1000 سامانی نمیسان انسان مانه. برادرها یک اعلان خوبی دیگر میکنم، فقط همیشه خالی میکنم، من اعلان میکنم، خالی نکردن اعلان نمیکنم. التماس حاضر من اعلان میکنم یک اعلان خوبه، بعد شما همیشه خالی کنید. 4489 ماشین تگیر سری را برادر عزیز 4489 اینجا را خالی میکنم. همگی کارگرای امان تا راستی من بیاین من اعلان کنم این بچه‌ها التماس قفا بیاین. ایلای کاویار قفا بیاین. ای کاویار قفا بیاین بچه‌ها. کارگرای داخلی همه کسا بیاین قفا. بیاین. آفرین. انا میخوام. آفرین. همگی را قفا کنین. آفرین. بیاین قفا بیاین. پهلوان بیاین. پهلوان سالمی شاهیده پهلوان یک قالین 1000 سامانی. گلیم تر کنین برادرای عزیز، گلیم تر کنین. امید تاجدین ای بالا گلیم برایم بیرون. گلیم ده فقط داور و پهلوان میستن. گلیم تر کنین. آفرین با شما کارگرای امان، کارگرای میلیتسیا. انا میخوام میدان رو به ترتیب بیاریم. خب برادر عزیز، انمی تریبونایی که هست، انمی تریبونا رو نمیجا رو خالی کنه. این برادرها تا اگر جای تماشاشان خوب نشود ما گوشینه دوام نمیکنیم. فقط مخلصای عزیز، گوش کنید. یک دقیقه مخلصا دفعی مرا یک دقیقه گوش کنید. برادر عزیز، شما فقط یک بار آواز کنید، من همین برای شما میدان رو به ترتیب میارم. این کار نکنید. لیکن برادر عزیز، اگر کسی چیزی پرتاب کرد شما مرا احترام نکردید، ما همین قربان شما میشم. فقط بیاید یکدیگر را احترام کرده ساز کنید. بجز انمو نوارگیرا کسی دیگر در اونجا نباشد. کارگرای میلیتسیا و نوارگیرا. تستر. شما برادرای عزیز، پهلوان هر دو رنگ من یک اعلان میکنم، لیکن بعد از اعلان تا همونجا به ترتیب نیاید ما گوشینه دوام نمیکنیم. برادرای عزیز، در اینجا در پیشنهاد ما همین است که مختار پهلوان از شهر دوشنبه، سعیدچا پهلوان از ناحیه واسه، سالم شان از نام اسدالله سراجوف یک شتر گوشتر میرن. آفرین همه جانب دارم. سعیدچا پهلوان، مختار پهلوان آماده شد، لیکن الان اینجا به ترتیب میآید. تکین این پشت ما بعد ما گوشتینه دوام میکنیم. بیاین همه گیره پهلوانا را قفا بیارن. کجا شید همه دختر جان؟ همه دختری خود کجا شید؟ قربانبی دختر مدیکتر طلب کرد. قربانبی پهلوان یک دختر جان همه جا طلبگاه آمده بود. قربانبی پهلوان همه یک دختری خود بود. همه را بیارن گوشتین بده. حتی فضاشان بودن. Come on.
دوستان عزیز خب سعید مختار پهلوان سعید چا پهلوان کنی سعید چا پهلوان از این ما بیا سعید چا پهلوان کنی سعید چا پهلوان بیا سعید چا پهلوان تا این وقت خالد قربانی پهلوان من است که من پهلوی جوان خالد پهلوان گوشتین میگیرم خالد پهلوان سویده میزنی سویده او بالت که به سفیده کشی خونشید ناصر پهلوان گوشتی میگیرم بعد از ناصر بابا جان پهلوان سهراب رحیمov برادر عزیز اگر آمده باشید از ما بیاد کماندی این برسی نفهم تاقا یا اوبیو تاقا نیفتو تاقا نستایو ای برادران همین خالد برای تلویزیونش گریه داره بیاره تلویزیون خالد این همین گریه داره همین کودک کدام بیوا که تلویزیون را گرفته است تلویزیون بیاره این کودک گریه داره این همین جده هم مزده درنشی ترین هم مزده برین هم مزده بیاره هم تلویزیون دتا همین شیر بچه کلامی بچه دلر بچه برای مزده را هوی که بگی بیا تلویزیون این کودک گریه داره این کارا را نکنه کسی مصلحت میکند کسی که بعدها این رفتارها رو میکند مجبور بشه در میکروفون اعلام کنه برین هم پشت مزده رو بگیم برای اسفندیان بگیریم بیاره همون درونی مزده دا یک تلویزیون شاه جایزه نزدیک شده است شریف جان نظری و حریفی خدا حلال زد گوشتینی جهانگیر مجیدوف و حقدار پهلوان در رنگ اعلام کرده شد ناصر پهلوان ناحیه همدانی رحیم پهلوان از سنتوده و این هر دو پهلوانان یک دخافته یک لیوسترا یک تالی بر همه مورد میدان شد یک دقیقه ساعت چند شد؟ ساعت یک شد اگر همین وایگون گوش نمیکند ما نمی گوشتی نگذراندیم گوشتی نمختر میکنیم گوشتی نمان کنیم
روزهای دوشنبه تماشا کردن نمیتونن. التماس یا نشست کنین یا اینجا را خالی کنین. شما نمیتونید. گوش بگیرید. گشتین سنبا از شهر کولاب فردوس نسیموف در گشتین گذشته پهلوان پرقوت فدراسیون روسیه را و قهرمان جهان را در رشته سنبا رسلان کیسینیا و برادر برای شاه جایزه فردوس نسیموف غالب آمدگی بود. در نام فردوس نسیموف یک شتر ماندگی هستیم. خدا خواهد اگر که حریفی فردوس نسیموف پیدا شدی برادر عزیز. چپا خب بعدا با سوالیم شما علاوه میکنیم. فردوس نسیموف پهلوان ناحیه همدانی ناصیر پهلوان در نزدیبان هر دو پهلوانات در رنگ اعلام شد. خب پهلوان دیگر اینجا چند بار برآمدن. دولت جان پهلوان. تنی دولت جان پهلوان اینجا دولت جان پهلوان. بیا سرت یکی اومد سرت پهلوان سرت تیم چپ از جانب راست من پهلوان ناحیه خراسان یکی از پهلوانان پرقوت این کشور در وزن 90 کیلوگرم برآمد میکنن. اسرائیل پهلوان از ناحیه خراسان. از جانب چپ من پهلوان معروف این کشور ناصر پهلوان از ناحیه همدانی. بین هر دو پهلوانان سالم تاجدین. با اسرائیل و پهلوانی دیگری که ما معرفی کردیم حالا مکافاتش مانید یک نظیر ماشینه جانشویی و یک قالین. اسرائیل پهلوان و ناصر پهلوان لباسا را پوشن بیاد. دولت جان پهلوان. شاهرخ پهلوان دهه‌ای آفتاب لقام. فیض‌الدین پهلوان از فیض آباد. بین هر دو پهلوانان تاجدین. سلام هر دو پهلوانان یک خلادل نید. ببینید جلوه میکنم. خدا
شهرتیار حصار پرتافتش حلال تشکر. همه کسا بیاین دستگیری میکنید. خلیل همه کسا دستگیری میکنید. کارگرای امان التماسی کلان برادران با همین ترتیب بریم. کفا میریم من همینجا پهلوانا رو خودم تست جدا میکنم میمانم. رفتیم کفا اینجا رو خالی کنید اینجا برادر عزیز خالی کنید. همه کسا همینجا تلویزر کی گیری برادر عزیز. تلویزر همینجا تلویزر بیانه مشکنم. تلویزر هیچ کس نمون. تلویزر کی گیری کنید. همینجا تلویزر کی گیری برادر عزیز. تلویزر در کجا اینجا. تلویزر اینجا کسی گرفته برادر عزیز بیان. این حق دیگر کسی باید شما نگیرید. در میدان گذشته یک جوان از دست من ترواسی مرا گرفتگی بود. ترواسی مرا بیار برادر عزیز. روز قیامت بسیار روزی وزنین است. حقی کسی را نگیرید. شما همگی مسلمان هستید، تاجیک هستید. این کار را نکنید. پهلوانی خوشقد و خوشقامتی ناحیه بلندکوه مومن‌آباد، قهرمانی جام پایتخت جمهوری تاجیکستان در 2021 جهانگیر مجید مردم مومن‌آباد مخلصی نمیکنید. پهلوانی معروف کشور در میدانهای گشتگیری حق نظر از ناحیه حصار یک قصد و افتخاری مهمان. مرحمت برادر عزیز، مصلحتچی ها که اینجا جمع شده التماس همگی ترک کنن بالا گلیما. همه مصلحتچی ها که اینجا جمع شدن التماس برای مصلحت، لیکن ما سرفرم یعنی التماس میدان ترک کنن. میدان ترک
بیو چمپیون جهان در گشتین قضا کورش نوروز کریمزاد ابو شعنه پهلوان پهلوی فردوس نسیموف آمدن سالم بیو برای خواهر دخترها این پهلوانان اهلیه پهلوان و شاهده پهلوان این حال تیم استراحت میکنند و باز از نام امریدین نقشوف $500 دیگه بالای جایزه علاوه کرده شد. سلامت باشد که امریدین نقشوف. من یکی از جوانان خردی کشور امام حسین پهلوان که 12,000 جیمت سر میکند تشریف آوردن. برای امام حسین یک مکافات از نام صاحبای مرکه داده شود. کارگرای هر کسی طلبکار باشد با امیرجان نسیم حالا میدان آزاد است. پرتاچ شاهرخ امیرخانوف حلال. تشکر به مخلصان و هنرنمایی شاهرخ امیرخانوف. امیر راه اندک شده که نمی‌آمد را فرصتی نکن. با امیرجان نسیم پهلوان شهر کلوب جمعه خان از ناحیه مبین آباد هنرنمایی میکند که خواهش میکنم کمتر گوشتی نمان کنین برادران چی نمان کنین اگر میخواه شود گوشتی نمان کنین. برادر عزیز جهانگیر مجیدوف فقط با پهلوانایی که معرفی میکنیم به همون شما هنرنماییتون آغاز کنید تمام بچه هایی که تصادفاً بودن همشون میدونن که تب موضوع این مرحله اول انجام یافت. خوش آمدید جهانگیر مجیدوف خاص طلبکاری میدان آفتابلیقا که رئیسی هستد و هر دو پهلوی و هر دو اقبالتیت مکافات شایان میمانیم. حق ندارد خدا هر دو سبختی اقبالتیت مکافات شایسته را میمانیم. همه تا شین لااقل در جاتون شینید. یه مردم کاری درست نشد شینه داخل شینید باکی برادرها همین منطقه شما شینید نفران دعوت نشدگی آمدن بگیرن شینه داخل جهانگیر مجید و ناحیه آرازدار مبین آباد حق نظر یک اشتر از نامی علامت با مکافات هر دو پهلوان تأسیس شد.
با جدامی الله اکبر تشکر حقنظر شهر حصار جهانگیر مجید و ناحیه پهلوان گران نظر و شناخته کشور شریف نظریات در میدان است از مهمانان خواهش میکنیم فقط به ورزشکرانی وزنشان بالا و شناخته داشته گیرند و شریف نظریات فقط تشکر فرماندار محترم حفظی حقوق اندکی برادران راهشون این طرف کنید یک ورزشکار شناخته شهر پولاد امیر جان نسیم از کلان راست میدان در باشگاه ورزشی حاجی شریف تمرین میکنند مشقی دو سال تشکر یک دخافته یک لیوستره خب اکای سهراب رحیموف وارد میدان شد اکای سهراب رحیموف کنی اکای سهراب رحیموف رفتین اکای سهراب رحیموف خب تشکر برادر عزیز یک بار دیگر همه شما را با تنتنه ایدی با شکوه در دهه آفتابنیکای کولاب شهر خیر مقدم میگویم و دو پهلوان محبوب وقت و سعادت آرزومندیم هنرنمای دو ورزشکار جهانگیر مجیدوف و پهلوانی که نیروسنجی دارد خیلی تبدیلی مخلصان است بلا جان پهلوانی ناحیه واسه و رسول با سعید جمیل رمضان در گلمی اول هنرنمایی دارند به همه شما تشکر از کارمندای محترم عزیز حفظ حقوق خواهش میکنیم یک بار دیگر به نظام دقیق میدانداری اعتبار دهند طرفی کلانکه را که شاید از برای دیدار رفیق کپیتان کمک کنه به مردم این طرف اکای نماز پیسرتان گم شده است در نزدی کارمندای حفظ حقوق هستند که اندک خواهش میکنیم دو سه و جفتها را پایدر هم دورتر نبرید و محمد رحیم سرخان و من خواهش میکنم نفر سزاوار بیاید رقابت پهلوان در مرکز میدان خیلی خوب است تشکر و بلجان و جهانگیر مجید برای هنرنمایی خوبشان و فردوس نسیم پهلوانی که در گرمی اول با ابو شعنه تیمورمنی هنرنمایی دارد حالا پهلوانان وزنشان از 70 کیلو بالا و غالب را ما خواهشمندیم که به میدان بیایند دیگر نفرهایی که باختن من با کمال صداقت و عزت نفس شما نمیرسم دوباره به میدان آیید چند نفر تا دیدم که بعدی باخت با دوباره به میدان آمدن خواهشمندیم در میدان آفتابنیکای یک بار میافتیم
تشکر نه سلامت باشید نزد شما و نزد من اومدن لازم نیست فقط زور باقی من با دیگران سپاس کفا برای مردم لازم نیست دیگران برای مردم برای فقط حال با باقی من برای یکم کس را ما دعوت نکردیم خواهش مندیم یکم کس فقط جفتی محمد رحیم با اینکه علی جان نزد ما بیا علی جان دادر فیردوس علی جان نسیموف علی جان نسیموف نزد ما بیا خوب که نظامی همین اطراف من خواهش مندم یک بار دیگر درست سر کنید یک بار همون طرف درست کنید ما میدونیم که کی با کی گوش میگیره باکر برای نمو مردم کفاتر از کلانکه دورتر برای دلتیموس شاکته جوگیر محمد رحیم پاسش کرد درو بزن تشکر بند بچه کفاتر رو بین اندکلارا از همین مردم هم در دورتر برید سهراب با امکانیتیت پهلوان شهر با عدد امکانیتیت با همین زورا گوش میگیره تمام پس سهراب پهلوان شهر با عدد طلبکار باشد میدان افتابلیقا کمیته تدارکات آماده است که مکافات های ارزنده تید نمایی میکنند که عبدالخلیل و برادرای عزیز هر دو پهلوان شهرتیاران خواهشمندیم برای مکافات برای تأسیس جایزه خوب توجه کنید برای که مردم باز کفا برین با کاری پیشینه برای نمو مردم 5 قدم کفاتر برین میدان اینجا را آزادتر کنیده برادر عزیز گوشتینگیری بر هم تشکر به همه سپاس روین از کفای کلانکه ایستید روین یگان کس دوامتیم کفاتر روین از کلانکه دورتر بسید شاهرخ پهلوانی شهر کولوب سهراب محمدیوف پهلوان شناخته شهر وحدت یک بار دیگر آنچه کفاتر قریب شد قریب به نظام درست شد و اندکی دیگر 5 قدم دیگر طرف کلانکه را آزاد میکنید کار درست میشود شاهده و اهلیه مشورت هر دینو را رسول باقیاف سرداور مسابقات مشورت دهید پهلوان دختران زیب میدانند شهرتمندی جودای تاجیک را این دو تن در مسابقات قهرمانی آسیا در گرند سلم و گرند پری معرفی کردند تشکر
خب یک بار دیگر دینامیکا رو خالی کنیم. یک بار دیگر بچه‌ها رفتیم، حرکت کردیم حرکت. آفرین کارگردان میلیچیا برادرای عزیز. آفرین سلامت باشیم برادر. انمی خیل با ترتیب بیاریم میدان. یه باشد که بیادر کمه گردید با هنرنمای اهلیه تحفه برای هنرنمایی و برای اشتراک فعالانشون تشکر. رقابت اهلیه در دور دوم مساوی بود. سپاسگزاریم از هنرنمای خوب. حالا باز پهلوانان جوان ورزشکران غالب را حق معرفی کردن داریم. امین جان ناحیه تیمور ملک 2 غلبه دارد. عبدالله ناحیه مومن آباد مکافات هر دینا. تاجدین رقمی مجازن پهلوان که کسی دیگر نمانه نمودنی یکون پهلوان اینجا نیاید. یک کولین 200 سومانی توفه هر دو پهلوان. ها گیلم آخرین را بیشم اون طرف. همین چونین بیایم این اینجا در 6 تا 7 جفتی که هست دیگر زیاد نمیمونه. اینا خالی بشون دیگر را خلق میکنه. برادر که چک می نویسانده کنی شما با پهلوان کلاب شهر مهمان از ناحیه پاونج. حالا با دیگر برای معرفی پهلوانان فرصت داریم. نظر پهلوان ناحیه ونجی ولایت مختاری کوهستان بدخشان و پهلوان میزبان آفتاب لقا شاهرخ امیر خانو با افتخارشان یک رقمی ماشنا به هر دو بخت و سعادت میدان آفتاب لقا را زیبا کنید. مردم از هنر و مهارت شما حلاوت برند. یک خلدلیک ارزش 4,500 سومانی باز هم یک قالین 4 به 6 توفه دویم 1000 سومانی در مکافات دویم زم شد. علیشیر اکرامov صاحب برکت برادر عزیز نظیم بیا. علیشیر اکرامov خب همگی را برآوردیم بجز همین کسی که در بدنش فرمای کاری میلیتیا و امان دارد همینا بیستن دیگر نباشد. به فرما را همه را بیرون کردیم. سرداور مسابقات یکی از پهلوانان محبوب امروز هم چون دعوت به عمل آوردن که ذکرالله قادرов از ناحیه خوالین که ورزشگرم به میدان دعوت کردن. حالا برای پهلوان مخالف یک قدم به حق نظر پهلوان هپا شهر حصار یک کفکوبی ما شما استقبال صمیمانه همه. اگر به همین پهلوان باشد مرحبا، نباشد قدم تا نوری دیده تاج سر دیگر با دیگر پهلوانا حق هنرنمایی نداریم. حق نظرов مهمان ارجمندی آفتاب لقا از شهر حصار است. دیگر ترتیبی که شما میدان داری کردنتون با خواهش خودتان و پهلوان دلخواهی خودتان آوردن است. در این ردیف کار رنگی دیگر نمیگیرد. تشکر. کسی که گیرد باز هم توفه مکافات خیلی ارزندن. از ابتدا تا به مرحله نهایی امید داریم که این پهلوان خیلی هنر خوب هم نشان میدهد. مهمان شهر حصار در میدان هست. طلبکار پهلوانی معروفی کشور پهلوان فردوس نسیموف شهر کولاب همینجا باشید. دادر عزیز وارد میدان شد.
مرحبا لباس ها رو پوشن وارد میدان شد. دادوف بیا نسیما. دادوف پهلوان اینجا جدا ما میکنیم. از جانبی راستی من پهلوانی ناحیه رودکی علی باقیوف، از جانب عارف جان دادوف ناحیه بلندکوهی طویل‌قدم، بین هر دو پهلوانان وارد میدان شوید. لازم از سالی من میگم تا سرکرده میشون و شاهدان قلندر و حسیه دای تلبر تاجیدی سالمی پهلوانا یک پلیساس 200 سامانی پهلوانان گلیمی اول عارف دو پهلوان ناحیه سنگور از سبب جراحی گرفتن حریفی غالبیت به شاهرخ پهلوان داده میشه. در نظام کرامت الله حکیموف پهلوان شهر دوشنبه تشریف آوردن، وزنی تا 80-90 کیلوگرم پهلوان ها باشند تو آزمایی میکنند. مرحمت عمر پهلوان از ناحیه حصار حریف کرامت الله حکیموف، مرحمت وارد میدان شوید. بین هر دو پهلوانان تاجدین سالمی پهلوان را اعلام کرد. برادرای عزیز، یک دقیقه این پهلوانا اینجا را به ترتیب بیاریم. اینجا چند تا پهلوانی معروف است، اینا را من اعلام کنم. شاهرخ بیا اینجا، کجا رفتی؟
برای حرکت کردیم برادرای کارگرای امان یک قدرت حالا نشان کرد برادرای عزیز کارگرای میلیت نگاه نکردیم حرکت کردیم همه کسا پهلوان و غیر پهلوان تماشابین غیر تماشابین همه گیره میدان بیرون کردیم همه گیره التماس رفتیم میدان این طرف آزادتر کنید حالا با جان و زبیدالله توجه میکنیم با جان و زبیدالله پهلوان ناحیه رودکی زیادالله پهلوان شهر طلاب در مرکز میدانند شریف فریاد شیخ نازیگی سلاله پهلوانی شیخوک‌ها در جمهوری تاجیکستان آوازه و عنعنه خیلی زیاد دارد. فریاد شیخ از ناحیه ونج پهلوان شهر طلاب شریف نظریف مکافات یک اشتر تحفه هر دو پهلوان بنده ها شرط تشکر فریاد بانیگر و شهر اسلام خوش آمدید کمیته تدارکات امروز برای احترام و عرضگزاری ملی رشتنگیری این تنتنه این رشتن را تأسیس دارد و آمدن دکتر احمد صفرانی منتخب جدای کشور تشکر که با دستاورد با 3 جایزه از مسابقات تقریبی تاجیکستان برگشت و افتخارشان یک مدال نقره و 2 برنجی در تاریخ ورزش کشور این هم دستاورد است و همه شما این موفقیت مبارک باشد. پهلوان این ناحیه یکی از چهره‌های محبوب خورشید Hoje namorado do grupo. Hoje a vida toda do
خالد پهلوان محمد یاسین همینجا باشد بیان از من. افضل شاه پهلوان از ناحیه شوراباد، فیروز پهلوان بین هر دو پهلوانان یک قالب کان کزان هم تا خشوع در کان
یکی بودن؟ خیلی پهلوان حریفی خدا حلال زد. دوار تو بسید عوض روی قلب دار. Ini Sarakora no sana garasu. یکی از مهمان های امروزه ما گوشتی ندوام سالیم شان یک خالین مهمان امروزه ما که امروز این حال تشریف آوردن در میدان سالهای طولانی رئیس کلخاز میر سید علی حمدانی و سابق رئیس شهر کولاب اکای عبدالجبار زردیوف تشریف آوردن که این نفرم خیلی خدمت های شایسته و مرکه های گوشتینگیری ساعت طولانی برپا میکردن. اکای عبدالجبار زردیوف خوش آمدین به این مرکه امروزه و مهمان گرامی دیگری ما از همین دیار از کلاب زمین و از همین دهه آفتاب لقا شاعر معروف کشور حق نظر غایب تشریف آوردن. خوش آمدید میگویم شاعر عزیز سخن تبریکی و اکای عبدالجبار زردی افتاده می شود. رحمت کلام دوستان عزیز عید بهار عید نوروز با همتون مبارک باشد. پیش از همه با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمانوف هزاران بار منتداری همه شما را همه مردم شهر کولاب و همه دوستداران ورزش میکنیم که اجازه دادن در همین دوره پاندمی در همین دوره که تمام دنیا بسته شده است ما مردم به این روز استراحت و ورزش و عید نوروز اجازه دادن که بگذرانند. هزارها رحمت پیشوای معظم ملت. بار دیگر در این جا اشتراک دارند استاد ورزش جهان رسول باقی و دیگر بچه‌هایی که چورابینی تشکیل کرد از نام جماعت زیرکی از نام حکومت شهر کولاب از نام خودم همه آدم‌هایی که همه مهمونانی که تشکیل کرد بیزنسمن‌هایی که تشکیل کرد صاحبکارهایی که تشکیل کرد حکومت به همین نوع در اینجا شاعر خلقی استادگی و دوستان با همین کس میده. دوستان عزیز مبارک و مبارک و مبارک. اصلی همه گپ رئیس محترم عبدالجبار زردیوف گفتم. دوستان عزیز شکرانه من همین تنجی شکرانه همین لحظه ای که ما و شما با همین رو بروی یکدیگر دیدار دیده ایستادیم. الهو تاجیکستان عزیز ما وطن نامدار ترین تاجیکای دنیا تاجیکستان عزیز ما همیشه من میخواد توی خانه باشه. الهو دوستان عزیز اینجا من افتخار میکنم که پهلوان های نامدار ترین جمهوری تاجیکستان حضور دارند. این شرافت لحظه های آسایشته شکرانه
جانب رئیس محترم رئیس شهر دوشنبه باری اول لباسی یگانه ملی پهلوانی تهیه و تصدیق گردیده است که از نام محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و پهلوانان و میدانداران این میدان 20 جفت لباسی گوشتین ملی به نام یکتکی پهلوانی تقدیم نماییم. Kamera شده بریم تیاتری حالا از جانب فدراسیا و برگزار کننده این مسابقه علیشیر اکراموف یک سر و لباس شانیده می شود. خب امروز لباس گوشتگیری ملی تاجیکی در سطح بلند آماده کردگی است. در عرصه جهانی معرفی میکنم. در عرصه جهانی معرفی میکنم. پهلوان پرقوت زنی جمهوری تاجیکستان، دو کرات قهرمان جودای جمهوری تاجیکستان، شاهیده پهلوان. یک خرسنگ با افتخاری خواهر. حالی خرسنگ زنیم بعد پشتنیش تماشا کنیم. شاهنظر پهلوان از همین دهه آفتابلیقا بین هر دو پهلوان یک تلویزوری کلان که نرخش از 5000 سامانی بالا هست. بین هر دو پهلوانان یک تلویزوری کلان. شاهیده کاری عزیز مرحمت وارد میدان شد. مخلصی داره. آفرین با این مخلصی داره. برادر عزیز در نزد من خواهر دیگر پهلوان خواهر از کردیش در میدانهای جمهوری گوشتین میگرفتن. قهرمان جمهوری تاجیکستان و قهرمان آسیا اهلیه پهلوان از جماعت دهاتی دهنه عزیز. خب اینجا رو با نزدیک آمده. هر که اوضاع شد دو سه چهار یک فرصت من خواهش میکنم از همه پهلوانا حالا برای جالبیت و تنتنه میدان امروزه محبت صمیمانه شما لازم است. خواهش میکنم یک لحظه برای برطرف کردن این منطقه کارمندان محترم حفظ حقوق موظف باشید. زود این نمر از کلانکه دورتر برید. فقط پهلوانان را دستور دید که موفقاً چهره ها که شناخته است همه خواهش میکنم از همه شما به همین سمت بیشتر محبت و اعتماد همه اینا و شما به خاطر زیبا و گلگل شکوفی میدان امروز است. یکی از آن نفرانی که امروز ما و شما را با متانت و هنرش و با دلهای میلیون ها نفر مخلصان جای دارد اهلیت مومی بابا زاده جماعت دهاتی دهنه کولاب شهر برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در رشته جودو از جانب کمیته
قشنگ